اسم من سید محمد جمال الدین افغانی فرزند سید صفدر در سال 1254 هجری در روستای اسعد آباد ولایت کنر افغانستان چشم به جهان گشودم. در سال 1264 همراه با پدرم برای ادامه تحصیل از زادگاهم به کابل رفتم و 2 سال را در آن شهر به کسب علم مشغول شدم. در سال 1266 هجری به نجف هجرت کردم و مدت 4 سال را در محضر شیخ مرتضی انصاری بودم و در این مدت علاوه بر درس‌های حوزه علمیه به تحقیق در زمینه علوم دیگر مثل ریاضی، طب، تشریح، هیئت النجوم پرداختم. در سال 1270 هجری در حالی که حکم اجتهاد را از شیخ انصاری داشتم به کشور هند رفتم و در مدت 2 سال در شهر کلکته ماندم و در آنجا از نزدیک مشاهده کردم که چگونه بریتانیا تمام هند را غارت می‌کند و استعمار بر جان و مال و ناموس مردم هند مسلط شده است. در سال 1272 هجری برای زیارت خانه کعبه اعظم مکه مکرمه شدم و تا سال 1275 هجری اوضاع شهرهای مدینه، آردن، دمشق، حلب و بغداد را مشاهده کردم و سپس به کابل آمدم و برای مدت اندکی در افغانستان اصلاحگری را آغاز و مردم را نسبت به اهداف استعمار هوشیار ساختم. تشکیل کابینه وزرا، ایجاد مکتب‌های لشکری و کشوری برای تربیت جوانان، تنظیم سپاه و آگاه ساختن مردم نسبت به تکنولوژی روز، انتشار روزنامه شمس النهار، تالیف و نشر کتاب تتمه البیان فی تاریخ افغان، تأسیس شفاخانه، تأسیس بیمارستان، ایجاد پستخانه و کاروانسرا از جمله کارهایی بود که در کشور انجام دادم. در پی اقدامات سیاسی و بیداری جوانان با دنیای مدرن و بر اثر توطئه فاشیستی درباریان در سال 1285 از کشور اخراج و روانه هندوستان شدم. این بار نیز بیدادگری علیه استعمار انگلیس به اخراجم از هند انجامید. تویی که شرح حال من را امروز می‌خوانی، این فاشیست ها مرا از زادگاهم بیرون کردند و دوباره نگذاشتند به آنجا بروم. رفتم به هند و همین که حکومت بریتانیا شنید مردی به اسم سید جمال به هند آمده، افسران خود را فرستاد تا بدونند من چه میگویم. از آنجا به مصر رفتم. از آنجا هم بیرونم کردند تا اینکه به سوی استانبول رفتم و با خود میگفتم حکومت بریتانیا دستش به اینجا نمیرسد و نمیتونند آسیبی به من بزنند. اما خود حکومت عثمانی مرا از آنجا بیرون کرد. رفتم به ایران و چند مدتی آنجا بودم تا اینکه شاه مرا دشمنش پنداشت و بیرونم کرد از ایران. دوباره به مصر آمدم و تلاش می‌کردم تا مردم بیدار شوند و به آزادی دست یابند و در نشریه‌ها با نام مستعار مقالات می‌نوشتم و سلطان مصر را به مشروطه خواهی فرا می‌خواندم و مزایای حکومت مشروطه را به مردم بیان می‌کردم تا اینکه حکومت مصر مرا از آنجا تبعید کرد به هند. به مسکو رفتم و از آنجا به پاریس و لندن رفتم، اما حکومت بریتانیا مرا دشمن خود و دشمن منافع حکومت خود می شمرد و بر من عرصه را تنگ کرد و در هیچ جا تنهایم نمی گذاشت. به دلیل دعوت‌های پی در پی سلطان عبدالحمید پادشاه عثمانی به شهر آستانه عثمانی جهت اصلاح کشور عثمانی رفتم. من با این باورم که باید علم و تکنولوژی غرب را آموخت و از آن در ترقی و پیشرفت کشورهای شرقی استفاده کرد. سلطان عبدالحمید دوم در تلاش بازگرداندن قدرت از دست رفته حکومت عثمانی بود، اما کار از کار گذشته بود. جهل و استبداد از چند حاکم قبل به عبدالحمید دوم به ارث مانده بود. حکومت عثمانی به حد اکثر تمرکزگرایی خود رسیده بود. حرف اول در اینجا باید ترک ها میزد. پان ترکیزم در خلافت عثمانی در حال رشد بود و از حرفهای من نیز سوء استفاده هایی نیز صورت می گرفت و خلافت عثمانی در شرف نابودی بود. چون زمانی که عصبیت قومی بر عصبیت دینی چیره شود و به اتحاد صدمه وارد کند، مشروعیت خود را از دست می دهد. اندیشه ناشناخته من برخاسته از شاخصهای بارزی است که استبداد ستیزی، اصلاح تفکر دینی، همگرایی و پیوستگی اسلامی، مبارزه با دگر اندیشی و جزمگرایی و تلاش برای آگاه سازی مردم نشانه‌های عناوینی است که من در این مسیر قدم گذاشتم. اطلاع که من دارم سلطان عبدالحمید دوم در خاطرات خود چنین نوشته بود: بنده از نقشه و دسیسه اطلاع یافتم که در وزارت خارجه انگلیس توسط شخص آشوبگری به نام جمال الدین افغانی و فرد انگلیستانی به نام بلنت تهیه شده بود. در این دسیسه این دو فرد خواستار گرفتن خلافت از ترک ها شده بودند و برای انگلیس ها شریف حسین امیر مکه را به عنوان خلیفه پیشنهاد نموده بودند.
من جمال الدین را از نزدیک می شناختم. او را در مصر دیده بودم. او آدمی خطرناک بود. باری از من خواست به او اجازه دهم تمام مسلمانان آسیای میانه را تحریک کند. من می دانستم که او توان این کار را ندارد. جمال الدین افغانی نه فرانگلیس بود. احتمال قوی وجود دارد که این مرد را انگلیس برای آزمایش من آماده و انتخاب کرده بود. من بلافاصله درخواست او را رد کردم و در نتیجه با بلنت انگلیس متحد شد. او را به استانبول خواستم و دیگر هرگز اجازه بیرون شدن را به او ندادم. او را به تبعید خانگی فرستادم. بالاخره در تاریخ 19 هوت 1275 هجری پس از گذشت 4 سال از ورودم به مرکز خلافت عثمانی و تلاش فراوان در این کشور جهت ایجاد اتحاد اسلامی در تبعید خانگی وفات کردم.